بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شما همراهان عزیز. در حدیث نفس حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسیدیم به نفس ناطق قدسی. عرض کردیم که این نفس دارای 5 تا قوه و 2 تا خصیصه هست. قوه های این نفس در واقع اولیش ذکر بود، دومیش فکر بود، سومی علم، چهارمی حلم و پنجمی در واقع نباحت بود. نباحت یعنی خوشنامی، یعنی وقتی هم که حتی دشمنت میخواد از تو یاد بکنه به نیکی یاد بکنه، به خوبی یاد بکنه. انقدر انسان بی عیب و ایراد باشه که حتی دشمنش نتونه عیبی از این فرد در ذهنش به یاد داشته باشه. که 2 تا خصیصه داره. خصیصه اول نزاهت و خصیصه دوم حکمت هست. در واقع انسان اگر ذکر مناسبی داشته باشه، ذکر صحیحی داشته باشه، توسط این ذکر صحیح به یک فکر صحیح میرسه. ساحت اندیشه انسان با ذکر صحیح هست که در واقع الهام میگیره و اصلاح میشه و در امورات مهم و بعضا جهان شمول و خدایی فکر میکنه، که در واقع ذکر شروعی برای متفکر بودن هست، اندیشمند بودن هست. قرآن وقتی که افراد خردمند با شخصیت، در واقع همون اولوالالباب عالم رو که میخواد معرفی کنه، در آیه 191 سوره آل عمران اینطور معرفی میکنه که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. در این آیه در واقع همین روند نفس ناطقه قدسیه رو هم به نوعی داره معرفی میکنه. میفرماید اولوالالباب عالم، خردمندان عالم کسانی هستند که شبشون رو اینطور میگذرونن. اونها بلند میشن، ذکر خدا رو میگن، قیام و قعود خدا رو انجام میدن، نماز شب میخونن و بعد از نماز شبشون اتفاقا اون عبادت اصلیشون شروع میشه. عبادت اصلیشون چه هست؟ قرآن میفرماید عبادت اصلی این افراد تفکر هست. اینها فکر میکنن در موضوع زمین، آسمان ها، خداوند، در موضوع جهنم